ای حاجی، آدمان بر حج برای توبه کردن می روند. بهر قلبی پرگناه خیش شستن می روند. می روند تا عذر پرسند از گناه خیشتن، سر به پیش خانه الله نهادن می روند. بعضی ها اما روند تنها برای آبرو، بعضی دیگر هم برای کعبه دیدن می روند. می روند بعضی برای کردن عکس و نوار، از برای در بلاک خیش ماندن می روند. دیده ام بسیار شخص رفته بودند سوی حج تا به حال لذت زنها چشیدن می روند. حاجیان دیده ام حسان، حاجیان دیده ام تا حال نمی خوانند نماز، چون که بعضی ها برای حاجی گشتن می روند. ای حاجی، خداوند ما و شما را هدایت کند. در اصل آدمان بر حج برای توبه کردن می روند.